دو شرط اساسی برای نماز نشسته خوندن: یک، توانایی بدن و دوم، آسیب رسیدن به بدن. برای توانایی بدن میشه اینجور مثال زد که شما فرض بگیرید شخصی هستش که دائما روی ویلچره، یا بلا به دور باشه ازتون یه شخصی هست که دائما روی تخت خوابه. خب شخصی که دائم روی ویلچره و اصلا توانایی ایستادن نداره، وظیفش نشسته نماز خوندنه. یا اون شخصی که دائما روی تخت خوابه و اصلا نمیتونه حتی بنشینه، این شخص وظیفش دراز کشیده نماز خوندنه، چون اصلا طرف توانایی ایستادن یا توانایی نشستن رو نداره. و شرط دوم، آسیب رسیدن به بدن. اگه دکتر متعهد و مؤمن به شما تجویز میکنه که شما همیشه باید تا اطلاع ثانوی نشسته باشید، توی کوچه بازارم نباید راه برید و فقط با ویلچر تردد بکنید، خب اینجا خودتونم به بدن خودتون اشراف دارید. متوجه میشید که آیا این تجویز دکتر با شرایط بدنی من سازگار هست یا نه. یعنی خودتون متوجه میشید که آسیب به بدنتون میرسه یا نمیرسه و اون تجویز دکتر متعهد و مؤمنم ضمیمه میشه برای این اشراف شما بر بدن خودتون. یعنی وقتی که خودتون متوجهید که آسیب به بدنتون میرسه و دکتر هم همین تشخیص رو داده، شما دیگه وظیفتون نشسته نماز خوندنه. نگید که من توانایی ایستادن دارم پس می ایستم. نه، چون این ایستادن برای بدنتون ضرر داره و سلامتی بدن اولویت داره بر ایستاده نماز خوندن، پس شما باید بنشینید و سلامتی بدن خودتون رو حفظ کنید. حتما کلیپ‌های قبلی و کلیپ‌های بعدی رو ببینید تا ان شاءالله اینا با هم دیگه زنجیروار بتونه سوالای شما عزیزان رو جواب بده. یا علی مدد.